سلام. میخواستم بگم امیدوارم که خوب باشین، ولی میدونم که الان هممون حالمون خیلی بده و از اونجایی که تجربه من ثابت کرده معمولاً بعد از وقوع یه اتفاق جمعی نیام چیزی ننویسم، پست نکنم. از قدیم الایام تا به الان درگیر این هیجانات لحظه‌ای می شدم و یه وقتایی یه چیزایی منتشر می کردم که بعدها که می رفتم می خوندمش یا می دیدم چقدر ناراحت کننده است که یه چیزی رو توی هیجان بنویسی و ازت به یادگار بمونه و وقتی که بعداً بهش رجوع می کنی می بینی که چقدر به درد اون موقع می خورده و یه بخشیش هم ناشی از هیجان زدگی بوده که در مرور زمان کارکرد خودش رو از دست میده. خیلی دوست داشتم این دفعه این کار رو بکنم، یعنی این دفعه بذارم که یه ذره زمان بگذره، هم خودم حالم ردیف بشه، هم بقیه حوصله داشته باشن که بخوان یه ویدیو رو پلی بکنن. اصلا هم نمیدونم چند نفر قرار ببینی این ویدیو رو، ولی از اونجایی که برای ما خیلی بد تعریف نرمالی نداره، یعنی تو دقیقا نمیدونی که برنامه بعدی چی میتونه باشه. هر چقدر هم که هدف گذاری بکنی خیلی نمیتونی به این هدف ها اعتماد بکنی، به این برنامه ریزی ها اعتماد بکنی و بگی که من طبق این برنامه ریزی ها پیش میرم. کما اینکه در مورد کانال یوتیوب منم همین ماجرا پیش اومد، یعنی من یه برنامه ریخته بودم، قرار بود یه سری ویدیوهایی رو ضبط بکنم، یه ذره داشت زندگیم هدف گذاریش به یه سمت دیگه ای میرفت، یه سری هدفهای شخصی برای خودم نوشته بودم، داشتم خودم رو از یک رخوتی در می آوردم که تقریبا در تمام طول سالهای عمرم بهش مبتلا بودم و هستم، ولی دوباره بوم همه چیز به هم ریخت و راستش خیلی هم اوضاع روحیم این روزا پرتلاطم بود. یعنی در واقع الان خیلی هم به قیافه من نگاه نکنید، قبل از اینکه بیام یه آب و رنگی بهش دادم و خیلی چیز دیدنی نبود. این روزا واقعا از لحاظ روحی درگیر چندین مسائلم، همون جور که همه شما. بیشتر از حد توانم و بیشتر از ظرفیت مغزم توی اخبار چرخیدم در تمام این روزهایی که از خواب بلند شدم، که اگه بشه اسمشو خواب گذاشت. اولین چیزی که دیدم اخبار بوده و آخرین چیزی که باهاش به رخت خوابم رفتم که مثلا به خوابم هم اخبار بوده و راستش دیگه این واقعا انگار مثل یه ضربه آخر میمونه، هرچند که واقعا برای ماها که توی خاورمیانه زندگی میکنیم هیچ وقت ضربه آخری وجود نداره. الان خیلی خودم رو سعی کردم مجاب کنم بشینم پای ویدیو و اصلا نمیدونم من میخوام اینو منتشر بکنم یا نه. خیلی وضعیت روحیم ظاهرم خیلی مناسب ویدیو گرفتن نیست. خیلی هم محتوایی که الان دارم ضبط میکنم هم راستا با اون چیزی نبوده که توی یوتیوبم قرار بوده منتشر بکنم، اما یه رنج جمعی هست که وقتی که عنوان میشه و وقتی بیان میشه آدم ها متوجه میشن که در اون رنج تنها نیستن و این کمک میکنه به اینکه شاید بتونیم کمی اون رنج رو تسکین بدیم و ازش عبور بکنیم. من اصلا نمیدونم قراره در آینده چه اتفاقی بیفته، اصلا هیچ حدسی ندارم، برخلاف اینکه اینستاگرام تو که باز میکنی میبینی یک عالمه متخصص و تحلیلگر و پیشگو و سیاستمدار و اپوزیسیون و خبرنگار و خبرگزار و روزنامه نویس و اینا همه دارن نظریات مختلف میگن و ذهنت بمباران اطلاعات میشه از این حجم از
اطلاعاتی که اونا دارن و در واقع تو مفعول همه اون اتفاقاتی هستش که اونا دارن در موردش حرف میزنن. یعنی ماها در واقع مهره های اون بازی هستیم که اینا دارن تکونش میدن و ما خودمون اصلا نمیدونیم قراره چه اتفاقی بیفته. یعنی چه کسی میتونه دقیقاً با قطعیت بگه که قراره در آینده چه اتفاقی میفته؟ من فقط میدونم که امروز که پست گذاشتم توی اینستاگرام و از همه خواستم که در مورد حال روحیشون بگن، یه بخشیش که دوستان بودن که ازشون بیخبر بودن به خاطر نداشتن اینترنت و حتی من خطم هم تا یه چند روزی درست حسابی آنتن نمیداد و الان متوجه شدم که همه دچار حمله های عصبی شدید شدن. حالا اگه نگم همه، اکثریت به قریب به اتفاق دچار حمله های عصبی جدی شدن، نیاز به دکتر دارن و واقعا این رنج جمعی که همگی داریم باهاش میکشیم یه بخش قضیه است. یه بخش دیگه قضیه اینه که تو واقعا نمیدونی قراره چه اتفاقی بیفته و این انگار که قضیه رو وحشتناکتر و دردناکتر میکنه. یه دونه ویدیو گرفتم چند روز پیش، یعنی روز 7-8 حملات بود. چقدر عجیبه این کلمه حملات و خیلی توی اون ویدیو پریشون بودم و اصلا هم نگرفتم که منتشر بکنم، گرفتم که بعدها خودم دوباره اگه زنده باشم مروری بهش بکنم. من خونمون رو ترک نکردم، یعنی راستشو بخواین خیلی هشدار دادن که خونتون رو ترک بکنید و برین یه جای امن و حتی از شهرهای دیگه تماس گرفتن که اقوام و فامیل که بلند شین بیاین اینجا، ولی راستش خونه‌ای که آدم داره توش زندگی میکنه، دست کم من اینجوری فکر میکنم یه بخشی از هویتیه که خودت ساختیش و اگه قرار باشه که اونم ویران بشه، من فکر میکنم که اگه خودت هم توش باشی، یعنی اینجوری بهتره بگم، اگه خود من توی این خونه‌ای که ساختم حضور داشته باشم، من این خونه خدای ناکرده قرار باشه ویران بشه، ترجیح میدم منم باهاش ویران بشم. نمیخوام بگم این خونه هویت منو کامل تشکیل میده، نمیخوام بگم من رو این خونه تعریف میکنه، ولی یه بخشی از زندگی منه و نمیتونم ببینم که خونه روی سرم، یعنی در واقع بدون اینکه من باشم، آوار بشه و من توش نباشم. شبای وحشتناکی بود، چیزی بود که توی زندگیمون تجربه نکرده بودیم. یعنی در واقع فکر میکنم دهه 60-ها، 70-ها، 80-ها، 90-ها و حالا کسایی که متولد 400 هستن که حالا خیلی فکر نمیکنم متوجه شده باشن، ولی اینا مثلا متوجه جنگ نبودن، همیشه یه چیزایی شنیده بودن، هیچ وقت فکر نمی‌کردن که جنگ دقیقاً میتونه چقدر ملموس و چقدر آزاردهنده و چقدر کشنده باشه و من هر واژه‌ای که به کار ببرم در عمق فاجعه چیزی که ما درکش کردیم واقعاً عقیمه. فقط اینو میدونم که توی این چند روز تمام تلاشمو کردم که زندگی توی خونه جریان داشته باشه، علیرغم اینکه تمام بدنم میلرزید از درون و فکر میکردم که امشب قراره چه اتفاقی بیفته. و راستش انگار روز وقتی که درگیر سردرگمی‌های روز میشی، درگیر دلمشغولی‌های روز میشی، نور روز هست، صدای حیات آدم‌ها رو میشنوی، اونقدر بهت فشار نمیاد یا اونقدر حداقل حسش نمی‌کنی. ولی شب آدم احساس بی‌پناهی عجیبی داره وقتی که روی تخت دراز کشیدی و انتظار داری که همه چیز در ریلکس ترین حالت ممکن باشه، یهو بوم، و نه یک بار چندین بار این اتفاق میفته و گاهن بر من پیش می اومد که این صداها نزدیک و نزدیکتر میشد به طوری که شیشه ها میلرزید. هممون تجربه کردیم، گفتنش واقعا نمک پاشیدن روی زخمه. فقط میخواستم از همینجا بگم که درد مشترکه و درد مشترک رو بهتره که در موردش حرف بزنیم. اگر کسی رو ندارین که توی این روزا
همدرد شما باشه و اگه تنها زندگی میکنین سعی کنین با یه نفر صحبت بکنین. همینجا اگه میخواین کامنت بذارین، سعی کنین با بقیه توی سوشال میدیا ارتباط برقرار بکنین. حرف زدن تا حدود زیادی میتونه این درد جمعی رو تا حدودی تسکین بده. علیرغم اینکه کماکان من خودم معتقد هستم که وقتی نمیدونی، یعنی ندونستن آینده خودش یه درد بزرگه، ولی من فکر میکنم این تنها کاریه که حداقل میتونیم توی این روزا بکنیم، حرف زدن. امیدوارم که همتون سالم باشین. توی استوری که گذاشتم یه سری فیسای آشنا هستن که هر از چندی میبینمشون و راستشو بخواین این دفعه که استوری گذاشتم و بعضی از این چهره ها رو ندیدم حقیقتا نگران شدم و چون آیدیاشون رو به خاطرم نسپردم و نمیدونم که آیدیاشون چیه، نمیدونم باید به کی پیام بدم. فقط امیدوارم که همه سالم و در امان باشن و میدونم که این سلامت فقط به سلامت فیزیکی ختم میشه، سلامت روان هممون توی این مدت به شدت آسیب دیده. خیلی مراقب خودتون باشین و من قول میدم که اگه شرایط اینترنت پایدار باشه که نبوده در تمام این چند روزه، مثلا نمیفهمم که چرا اینترنت باید قطع باشه، سعی کنم برگردم به روتین گذشته و اون برنامه که داشتم رو از سر بگیرم برای خودم و برای شما و راستش بیشتر برای خودم و یه حرکتی انجام بدم و خیلی زود شما رو دوباره ببینم. خدا نگهدارتون.